سلام، وقت شما دوستان عزیز بخیر. امروز بهتون آموزش میدم که چطوری از برنامه کپکات استفاده کنید. پس برای حمایت اسما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید. روی برنامه کپکات میزنیم، روی قسمت آبی رنگ میزنیم، وارد یکی از ویدیوهای خودمون میشویم. روی ادیت میزنیم و وارد صفحه کپکات میشویم و الان میخوایم بهش تغییرات اضافه کنیم. روی قسمت تکست میزنیم و میخوایم نوشتار بهش اضافه کنیم. رو حالت ات میزنیم و نوشتمون را اضافه میکنیم. رو قسمت فونت، هر فونتی که دلتون بخواد میتونید بزنید و هر چی دلتون بخواد. رو حالت استایل هم میخوای رنگی بهش اضافه کنیم، مثلا حالت زرد، اینم پس زمینه زرد. و برای اضافه کردن هم رو قسمت تیک میزنید، اینم از حالت مت. برای اضافه کردن موزیک هم رو حالت اودیو میزنیم و میخوایم صدای اضافه شدهمون را بهش اضافه کنیم. رو قسمت ریسورت میزنیم به همین راحتی، یا میخوایم یه فایلی در گالریمون بهش اضافه کنیم. رو قسمت سوندوس میزنیم به همین راحتی و موزیکمون بهش اضافه میشه. رو قسمت ادیت هم رو قیچی میزنیم و ادیتی که میخوایم اضافه میکنیم. مثلا برای اضافه کردن ادیت برای ویدیو با کیفیت خوب 2K مومنت سرکا بهترینش است و قسمت وسطی هم باید روی 24 باشه، قسمت پایین هم باید رو لو باشه. اینطوری ویدیوتون خیلی خوب در میاد. برای انجام دادنش هم روی تیک بالا میزنید و ویدیو ادیت میشه به همین راحتی. یکم طول میکشه تا ویدیو اپلود بشه. الان این ویدیو با بهترین کیفیت به ما تحویل داده میشود. و یه حالت دیگه هم داره، تو میخوای برای ریس مثلا ویدیو تو بسازی، یا برای یوتیوب یا برای اینستاگرام، وارد قسمت راتیو همون مربع میشیم و الان میخوایم سایز ویدیومون را اضافه کنیم. مثلا رو حالت 9:16 برای ریس خیلی جواب میده. 1:1 برای اینستاگرام، 16:9 یوتیوب، 4:3 یوتیوب، 3:4 اینستا خوبه، 5:8 داره، 2:1 داره، 2:35 داره، 1:85 داره. و هر سایزی که میخوای به ویدیو اضافه کنی رو حالت تیک میزنید و ویدیو اضافه میشود. اگر سوالی داشتید در کامنت ها بپرسید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.